دوستان خیلی خوش اومدید دیگه بچه. امروز اومدیم با یه ویدیو کوتاه دیگه و بچه میخوایم امروز این تیله رو از طبقه 9 بندازیم پایین بره اونجا تو حیاط و بریم بیاریمش ببینیم که چه بلایی سرش میاد. بچه با نیلا میخوام ویدیو بگیرم. نیلا بیا من نگی بندازیمش. خب بچه منم هستم. سلام. میخوایم تیله رو بندازیم، فقط بندازش تو حیاط. نیلا گوشی ما صرف بگی نه گرفتم. کجا افتاد؟ وای اصلا نمیشه. ها؟ بچه ها رفت فای نرشی بود خورد به میله دمه داره بچه من دیدمش. خب بچه بریم که بیاریمش. ویدیو رو استوب کن ما بریم پایین بقل رو میگیریم. بچه با اون مار خب بچه ها انداختیمش پایین و میخوایم بریم بیاریمش طبقه 3. بچه طبقه 3 و من میگم که نشکسته. تو چی؟ منم این نشکسته. ویدیو رو استوب کن تا برسیم پایین. خب بچه ها بریم. رسیدیم پارکینگ. خب بچه ببینید قشنگ اینجا افتاد. بعد من احساس میکنم خورد به اون میله ها. هست؟ من نیست. نمیدونم چرا یه سیبه میگه فوت شد. من دیدم فوت که نشد. اصلا خورد به یه چیز آهنی. نه خورد به اینا. خورد به این. احساس میکنم افتاده بیرون. بچه من میرم بیرون رو ببینم. اینو بگیر. بچه من گفتم جواب نمیده و نیستش. بچه همه جا بگشتیم نیستش. بچه ها نیست. تو پارکینگ هم گشتیم، همه جا رو گشتیم نبود. خب بچه ها برسیم دارم پیدی فعلا. خدافظ. خب سلام دوستان خیلی خوش اومدین به ویدیوی کوتاه دیگه. و بچه امروز تو ویدیو بعدی خب ویدیو قبل نمیدونم حالا دیدین یا نه. اگه ندیدینم بریم ببینین. تیله رو انداختیم پایین و متاسفانه نتونستیم پیداش کنیم. آقا اومدیم گردو بندازیم. و بچه اگه میخواین تیله بندازیم لایک تو به یه دونه برسه من میندازم واقعا. خب آقا بریم برای انداختن گردو. این از این انداختم. خب بچه ها نیلا اون پایینه پیداش کرد. بدویم بریم پایین. بچه ها راستی متاسفانه الان آب ریختم خیس شدم. بچه ها الان گردو رو انداختیم طبقه 7 6. بریم که بیاریمشون ببینیم. نیلا گرفتش البته. بابا مطمئنم پودر که نشده. یه سیبه میگه مغزش سالمه فقط پوستش شکسته. 3 2 1 بریم ببینیم.